به مناسبت برنامه جنگ علیزیای اجرای شاهکار میخوام براتون برم. بریم که داشته باشیم. درود میفرستم. من شایانم، همون آقا پلیسه. میخوام راجع به برنامه جنگ علیزیا صحبت کنیم. ببینیم آقا چی شد اصلا، این داستان چیه واقعا، خبرش از کجام، اصلا یهویی نه چی شد واقعا. اوایل ترکیه بود و اینجور چیزا، اوایل میرفتن اونجا با علیزیا مصاحبه میکردن، الان پر رو شروع کردن اونجا ویدیو گرفتن. ما که مجاز نشدیم، ما مجاز نبودیم. بابا مگه نمیدونی یاغی میمونیم حتی رفتش قانون. حیف میکروفون. من کی مجوز گرفتم؟ عمو شایه میگفت من کی مجوز گرفتم؟ مجوز ندی. شروع میکرد بابا ما مجوز نداریم، نمیدونم ما داستانی نداریم، ما دیلی نداریم. شروع کردی برنامه جنگ علیزیا اومد که حالا شایعه مثلا آدم خیلی توقعی نداشت، یا مثلا یانگ سادن از یه آدم این پوری که کاملا انتظار میرفت. یعنی ما اینو حتی تو آهنگای اعتراضیش دیدیم خایمالی میکنه. یه وای به حال آهنگ مثلا فردا فکر کنم راه حمید صفت رو میخواد پیش بره، آهنگ نمیدونم واسه چمران و آهنگ واسه شهیدا، و از اون طرف شروع کنه تو صدا سیما بازی کردن و از اینجور چیزا. حالا مونده پوری خیلی این راه داره، خیلی راه داره. یعنی تازه اولین خایمالیش جواب داده، حالا میخواد بکنه. بابا فکر کردی اولشه؟ آقا جان، رده های وصلونن پوری و میشد از اول دید. یعنی اون بیفی که سال 401 تو اوج اعتراضات راه انداخت یکی از مسائلش بود. شروع کرد به یه امت دیست داد. زیرو 21 کید و ویناک و هیپاپولوژیست و نسل یک و اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. یعنی اولین کسی که فکر میکنم شروع کرد دوباره رپ و برد به سمتی که بود همون پوری بود. یعنی کسی دیگه هیپاپولوژیست مثلا توی اجراش یه بار اومد سیاسی خوند، یه سری آهنگای حالا احساسی نمیشه گفت مثلا سیاسی بودن، یه سری آهنگای این سوگندو میخوند. یه ذره حالا آدم نمیشد بهش بگه وصله، یکم فقط میشد بهش بگه اینا نداره جیگر. ولی پوری اصلا داستانش فرق داشت. پوری از اول شروع کرد میمالید و اون چفیه انداختن و نمیدونم از این حسین بازی ها دیگه، خودتون میدونید، فیت با حمید صفت، فیت با حسین، از اون طرف چفیه تسبیح الله نمیدونم فلان، از اینجور چیزا بود. از اول تو کارای پوری دیده میشد. یعنی اصلا چیز دور از ذهنی نبود. ایرونی میکرد، میومد لفظ کلهر رو استفاده میکرد، نمیدونم ایرونی تر از کلهر، نمیدونم فلان، ما ایرونیم، برند ایرونی، از اینجور چیزا. ولی بیشتر به جای ایرونی از کلمه شیعه استفاده میکرد، خیلی بهتر بود. ایرونی تصویر ازش نمیگیره، قربونت برم. حالا سیبیل گذاشتی خیلی باحاله، یه ذره مثلا گفتیم ما ایرونی، ما از اینجور حرفا، ولی سیبیل در کنار چفیه و تسبیح و الله جواب نمیده. داداش بودم اینو بذاریم کنار. اصلا دورچی که یه چیز دیگه بود. دورچی تا آمفتامین رفت تو رگه شروع شد مدعی خوندنش. دورچی رو من اصلا نمیدونم داستانش چی شد. این یه دوتا گاییدم گفت رفت بردنش زندان، کلا تغییر کاربری داد یارو. چی شد؟ داشتیم اونجا میگفتی هیچ کس نمیدونم فلان، هیچ کس ازت طرفداری کرد، حالا میری مجوز میگیری. یعنی واقعا خجالت نکشیدی مثلا اونجا فردا میبینی دورچی میره پشت میکروفون با اتوتیون خارمادر، نمیتونم فراموش کنم اون همه شهیدو، نمیتونم فراموش کنم اماما رو. بعد نوحه دوست داشتی این همه مدت، اشتباه اتوتیون بهت معرفی کردن. بیشتر ما تو مدعی فقط دیلی و ریورب شنیده بودیم، تا حالا اتوتیون ندیده بودیم تو مدعی استفاده کنن. ای آدم زرنگ، خدای یزید و گایدم. انقدر خنده‌دار هست که دوباره برگردم به پوری. یه لحظه یاد یه چیزی افتادم. 401 شروع کرد آکیو میومد رو توییتر، ما اینترنتمون قطع شد، من با اینترنت 2G دارم براتون توییت میکنم، مامورای امنیتی به ما چاقو زدن، ما رو بردن، من الان تو زندانم با نوکیا 1120 دارم واسه شما توییت میزنم. بابا چیکار داری میکنی؟ بعد چی شد؟ یا یه چیز خنده‌دار دیگه، وای یادم اون الفیتش با علی یاسینی افتادم. وای یارو اومد با علی یاسینی فیت داد، بعد میومدن میگفتن
آره نداداش پوری مجاز نشده که، پوری یاغی میمونه حتی رپ بشه قانونی، رپ نمیکنم بی سانسور نمیدونم فلان. پس چی شد داداش؟ اومده بودین میگفتین آره علی یاسینی غیر مجاز شده. تو نیم راه زندگی علی یاسینی چرا باید غیر مجاز شه داداش گلم؟ بعد علی یاسینی غیر مجاز شد که دوباره سبکی که مجاز بود و بخونه. پشمام. فردا داداش شجریان هم غیر مجاز شه دیگه، خیلی خوبه. اصلا اسکول مسکول هم اینا، یعنی خندتون نگرفت واقعا همچین جوکی رو به مردم گفتین. البته شما که فعلا یه عده احمق رو گیر آوردین همینجوری سواری بگیرین ازشون دیگه. اون از داستان پک فیزیکیا، اون به تبلیغ کردنهای قدیمه، بس به اون زیاد پرداختیم دیگه. من نمیدونم یانگ سادن واقعا برای چی، یعنی ببینید پول چی کار میکنه. یانگ سادن حالا نمیگم فعالیتی کرده بود و فعالیت خاصی نکرده بود، مثلا ما برگردیم بگیم آره این معترضه، مثلا اشکان فدایی نبود، ولی خیلی من اصلا ندیده بودم خواهی مالی کنه اصلا. یعنی هر چی فکر میکنم هیچی یادم نمیاد. باز مثلا چرسی یه دونه فیت با رضا صادقی داده بود، حدس میزنم مجوزم گرفته بود. بعد از اون طرف چرسی پاپ کار کرده. یانگ سادن برای چی واقعا؟ اینا یکیشون وصل میشه بقیه هم میاد میگه بیاید شما تو سیستم بیاین یه سفره پهن هممون بخوریم. برای آقا جان من همین، حرف خاصی دیگه ندارم بزنم، فقط میخوام از شما که یکم بیشتر گفت بشین. یه سریا رو من دیدم شروع کردن اینجا صحبت میکنن که آره آقا ربطی نداره اینا اجرا کردن دلیل نمیشه مجوز گرفته باشن. پس آقا اون حرفا چیه زدن که پوری برمیگشت اون تیزرش میگفت آی نمیدونم ما ایران موندیم، نمیدونم ایران بمونی گنگ تره. از اون طرف علیزیا میگفت آره ایشالله که همه مجوز بگیرن فلان. این هم آره اونجا شروع کرده بود دوره اسمشو نذاریم مجوز، ما اسمم بد در میره، بذار بالاخره دو تا خر پیدا میشه فکر کنه من مجوز نگرفتم. جلو همه نگو که داداش زیادهشو گولم اسمشو نذار مجوز، بذار ما هنوز بتونیم تکسیبش کنیم. بعد اینکه 20 میلیارد پول گرفتیم تو فیلمو اجرا کردیم، بذار هنوز یه سوراخی باقی بمونه، یه دو تا طرفدار واسم بمونه. فردا آقا خواستم یه سایت بتی تبلیغ کنم، خواستم یه کنسرتی پولشو بپیچونم کلاهبرداری کنم ازش، فردا یه استعدادی خواستم بیابم، بالاخره یه چیزی بمونه دیگه. پس اسمشو نذاریم مجوز، اسمشو نذاریم کرونا، بهش بگیم کروناز. برگردیم سر اصل مطلب. خیلی جاها شروع کردن میگن آره آقا این ربطی به مجوز نداره، یه نمایش خونگی ساده است و از این جور چیزا. مجید عاشقانی که به خودش میگه من وصل نیستم، من حکومتی نیستم، من فلانم، من اینجوریم اونجوریم، توی سیرک جدیدی که راه انداخته که از قضا سهراب امجی هم اونجا بود، احتمالاً به زودی شایع هم همونجا بیاد، پوری هم همونجا بیاد، احتمالاً پولش کم بوده که اینو نیومدن. حالا بذاریم کنار. مجید عاشقانی اشاره کرد که آقا اصلا امکان نداره بدون مجوز بتونی اینجور جا فعالیت کنی، یعنی همه این کارا مجوز میخواد. یعنی آقا مگه میشه تو داخل فیلمایی که تو هر جاشو باز کنی برمیگرده میگه آقا ما تابع قوانین جمهوری اسلامی، همه جاش میزنه، چطور ممکنه که تو اونجا اجرا کردی بعد هیچ مجوزی نگرفتی، هیچی نبوده؟ من همین یه بار این گیتار رو برده بودم ویدیو بگیرم داخل دریاچه چیتگر، یه ویدیو ساده خواستم بگیرم، اومدن اونجا سریع به من گفتن سازتو جمع کن، اینجا حمله ساز اینجا جرمه، ما سازتو میگیریم دفعه بعد، حمله ساز اجازه نداری بکنی، ما باید بری از نمیدونم نهاد فلانجا مجوز بگیری که فقط بتونی اینجا سازتو ببری بیاری. فیلمم بخوای بگیری یه مجوز جدا داره، از ساز زدنت بخوای فیلم بگیری. من اونجا رفتم به من اینجوری گفتن تو چطوری رفتی داخل برنامه با علیزیا یه ساعت مصاحبه کردی، تهش هم یه کنسرت اجرا کردی توی سالونی که قبلا مداحی داخلش اجرا می‌شده، بعد مجوز نگرفتی؟ سرجم بخوام بگم که اصلا امکان نداره یه مجوزی این وسط نبوده باشه. مجوزی نبوده که میپخش کردی، چرا پس فوش تو سانسور کردی؟ نکنه حیادار شدی توی آهنگی که میلیون ها نفر قرار بود گوشش کنن فوش دادی، بعد توی اون اجرایی که شاید 100,000 نفر نبیننش شروع کردی فوش تو سانسور کردن؟ مگه میشه؟ بعد توی اون جایی که نصف اون قرار نیست نگاش کنن حیا کردی، بعد تو آهنگ اصلی حیا نکردی؟ بابا جمع کنید این بساطتون. اونا رو حالا ندیدم، من اصلا نمیدونم هیچ قسمت جدیدش اومده نیومده، اصلا هم دوست ندارم اون کثافت رو ببینم. و همین آقا جان، امیدوارم که هر جا هستین خوب و سلامت باشین. خدا نگهدار.